سلام، من میلاد هستم با قسمت دوم از سری برنامه‌های مهمونی عجیب. اینجا در خدمت شما هستم. توی هر قسمت از این سری برنامه‌ها من میزبان یه مهمون خیلی عجیب هستم و تو اون برنامه سوالایی که خودم فکر میکنم مهمه یا شما برای من فرستادین و از اون مهمون میپرسم. یه جایی هم درست میکنیم که شما بدونید مهمون بعدیمون کیه یا حتی چیه و اونجا حالا برید سوالاتون رو بنویسین. من سعی میکنم این سریاشو بین سوالای خودم بپرسم از مهمونمون. این قسمت یه مهمون خیلی عجیب و البته محترم داریم. معرفی میکنم پروفسور آلبرت اینشتین. استاد خیلی خوش اومدید به برنامه. سلام، خواهش میکنم. تمام شد؟ بله. به عنوان سوال اول استاد میخواستم بدونم که استاد موهاتون رو چرا شونه نمیکنید؟ یعنی شونه نمیکنیم فقط یا حموم هم نمیریم؟ نه، لازم باشه حموم هم میریم. میرم. حالا تو لازم باشه میریم. نه. سوال خیلی مهمی که شاید خیلی از بیننده های ما تو ذهنشون باشه و حالا خیلی از آدم های دیگه هم تو ذهنشون باشه اینه که خب استاد اینشتین اگر که فیزیکدان نمی شدن دوست داشتن که چیکاره بشن؟ ببینید، من هیچ وقت درس خوندن رو دوست نداشتم. جدی؟ بله. و دوست داشتم که آرایشگر بشم. چون خیلی کار ساده‌ایه، خیلی کار ساده. اینجوری دست میکشی لای موها درست میشه. اینجوری دست میکشی که آخرش اینجوری میشه که استاد. خب همین خوبه دیگه، کافیه. کار خیلی ساده‌ای هم هست. استاد مدرسه هم بودین زیاد درس نمیخوندین نه؟ نه خیر. یعنی کلا دوست نداشتین؟ نه. دوست نداشتین یعنی دوست نداشتین یا آخه اون یه معلمه گفته بود چون کودنی؟ خب اون خودش کودن بود. چون خودش کودن کودن بود فکر میکرد همه کودنن. اون وقت اون یکی که با صندلی چون اونم کودن بود دیگه. اون هم کودن بود زدمش دیگه. شما مراقب باشید. حساب ندارین استاد؟ نه اصلا. امروز اصلا روموت نیستی؟ نه خیر. حالا من میخوام شما رو ببرم توی فضای خیلی جذابی که مطمئنم شما لذت میبرید و احتمالاً گفتگومون جذاب‌تر میشه. برگردیم به اون لحظه‌ای که استاد شما توی باغ نشسته بودین و احتمالاً داشتید در مورد مسائل پیچیده فیزیک فکر میکردین. زیر درخت سیب نشسته بودین و به ناگاه یه سیب کنده میشه و میخوره تو سر شما و دنیای فیزیک از اون لحظه متحول میشه. اون لحظه چه حسی داشتین استاد؟ استاد عزیز، اون نیوتن بود. چی؟ اون نیوتن بود. اون 400 سال قبلش بود که میرفت تو باغ. ما که نمیریم تو باغ سیب بخوریم، سیبو میریم از مغازه میگیریم. چرا باید سیب بیفته تو سر من؟ استاد دیگه همه میدونن دیگه، این دیگه قصهش معروفه. اشتباه دوست عزیز. آقا غلطه. من اصلا سیب دوست ندارم. سیب اذیتم میکنه. شما خدا لعنت کنه نیوتن. امروز اصلا حوصله ندارین. یا آقا شما فرق باغبون و فیزیکدان نمیدونی، چرا دعوت میکنی؟ خب استاد، ما چند تا کلمه رو مطرح میکنیم، دوست داریم که نظر شما رو در مورد این کلمات هم بدونیم. فقط توی یک کلمه اگر که ممکنه پاسخ من رو بدید. به عنوان کلمه اول اوپنهایمر یا همون پروژه منهتن معروف. بله، اوپنهایمر مرد خوبی بود ولی احمق بود. من به اون احمق و اون احمق روزولت گفتم که سراغ بمب اتم نرید و همه سیاستمدارای احمق‌تر از اونها هم بعد از اون رفتن و دنیا دیگه هیچ وقت به دوران قبل اتم برنگشت. استاد شما خودت به روزولت نامه نوشتی گفتی بمب اتم و اینا درست؟ خب من هم احمق بودم. من کلا گفتم دو چیز تو دنیا بی نهایته، یکی جهان و یکی هم حماقت انسان، ولی در مورد اولی من مطمئن نیستم. حالا مطمئن نبودی که حالا هرچی میگی گفتم. سوال بعدی، کلمه بعدی در واقع مادام کوری. البته ماری کوری. مادام کوری. ماری.
ماری کوری. بعد استاد ماری کوری یه تیک و تاکی هم با هم داشتین و یه کنفرانس و این طرف اون طرف. نه دوست عزیز، ما که نمیتونستیم با هم دیگه تیک داشته باشیم، نهایتا تاک داشتیم. ایشون کور بود. خب کور بود؟ بله آقا کور بود. استاد بله. تایید میکنی کور بود؟ بله. ما یه عمر داریم میگیم کور بوده، اما بله. رو مسخره کردن. آقا کور بوده. شما اسمشو میخوندی میفهمیدی دیگه، نیاز نبودی اون تحقیق کنی. بله دیگه درست میفهم. استاد سیب نمیزنی؟ نه آقا جان، من اصلا سیب بدم میاد. اینجوریه؟ سیب اصلا بدم میاد. درست بخور. من اصلا سیب بدم میاد دوست عزیز. من اصلا ناراحت. با سیب مشکل. خب تخم بزن. خدا لعنت کنه نیوتون. استاد تخم بزن. نه مارکشو دوست ندارم. مارکش خوبه استاد. نه ما فله میخوریم. آقا فله نمیخوام آقا جان. آقا جان شما ادامه بده. افتاد که خدا لعنت کنه نیوتون. قسمت بعدی استاد کلمه بعدی اینفلوئنسر. همونایی که برای معروف شدن معروف میشن. استاد میدونستی؟ بله. بعد یه پارادوکسی توش نیست استاد؟ ببینید پارادوکس نیست. بیشتر شبیه یه سیاهچال است. جرم و اهمیت نداره، اما میدان گرانشی عظیمی از توجه رو ایجاد میکنه و همه چیز معنادار رو در خودش میبلعه و ناپدید میکنه. به این میگن تکینگی فرهنگی. خیلی جمله خفنی بود. اینو اجازه بدی من بنویسم آویزون کنم گردن استاد. بله سریعتر. خب استاد بریم چند تا عکس هم با هم دیگه ببینیم، نظرتون در مورد عکس‌ها بدونیم. بله. عکس اول با هم دیگه نگاه کنیم. این چیه؟ چرا اینجوریه؟ ببینید من یه مهمونی دعوت شدم، گشنم بود، رفتم غذا بخورم، فهمیدم که توش LSD بوده و من اینجا هایم. دعوت کردن که نباید بریم. من هایم. این چیه دیگه استاد؟ اینم دیگه داخل مهمونی، داخل پارتی دیگه نه؟ بله دیگه. من اینجا هایم. بله. بریم عکس بعدی رو ببینیم. استاد عکس هم ماشاءالله زیاد دارین. بله اینم فردای همون روزه دیگه شلوار رو در آوردی استاد. اونجا که زبون رو در آورده بودی، اینجا دیگه شلوار. اینجا من فکر کردم من هنوز بالا بودم، هنوز نیومده بودم پایین، رفتم ساحل، فکر کردم که من ماری کوری هستم، خاطر همین همون کفشا رو پوشیدم و رفتم ساحل. خدا لعنت کنه نیوتن رو. کفشام ولی نشسته قشنگ رو پاتون. بله متاسفانه. استاد یه کلیپی هم هست، کلیپو با هم دیگه ببینیم. کلیپ که میدونی چیه استاد؟ بله بله کاملا. استاد همه هم درسته. یه کلیپو ببینیم با هم دیگه. کوانتوم چیه؟ حرکت اتم. نظریه نسبیت شما از 1000 نفر بپرسی بگه کوانتوم تر کن میمانه. این به اون چی میآوره؟ تضاد داره. زورش نمیشه این جذب کنه، اینم زورش جذب کنه. تضاد زمین بیشتره، اون میکشه پایین ثابت نگه میداره. شما هیچ ثانیه نداره که تکرار بشود. کره زمین دور خودش و دور خورشید میچرخد. منظور دور خودش میچرخد به سوی نامنتها شمس میدن. کل جهان شما نمیتونید بگی که دیشب در همین ثانیه همینجا بوده، اینجا نبودیم. ما طول، عرض، ارتفاع و زمان داریم. خوب یادتون مونده ها. طول، عرض، زمان، ارتفاع، زمان داریم بعد از ارتفاع. دیروز شما اینجا بوده، اینجا دیروز نیست، فردا هم اینجا نیست. مکان عوض شده، کره عوض شده، به سو میره. کره زمین که دورش میچرخه، خودش دور خورشید میچرخه، کل منظومه میچرخه، حرکت به سوی نامنتهاست. بله این هم کاملا درسته. یک نیرویی داریم به اسم نیروی جذاب که با اف اترکت نشونش میدن. یعنی اف جذاب؟ بله بله. نه بابا. والا. و من هم خودم روی سالها کار کرده بودم، اما بشر آماده دریافت چنین مفاهیمی نبود. و این دوستمون خیلی خوب پیداش کردن. پیداش کردن؟ بله. عجیبه. استاد مطمئنی سیب نمیخوری؟ نه آقا جان من اصلا سیب دوست ندارم. نه آقا من اصلا دوست ندارم سیب. خدا لعنت کنه اون نیوتونو، من نمیفهمم. شایسته. استاد کجا استاد؟ استاد ما یه لو تقدیر براتون آماده کرده بودیم، می‌خواستیم بهتون قانون
فرمول جذابیت صحبت میکنه به اسم FA. به نام F Attraction، نیروی جذابیت، که این دوستمون خیلی خوب تونسته این رو پیدا کنه. سلام، من میلاد هستم با قسمت دوم از سری برنامه‌های چرا؟ یاد همون تو هر قسمت ما داستان دارم میستم پروفسور آلبرت اینشتین. نخند دیگه حیوان نخند دیگه. آخه گفتیم ما انقدر مغزمون چیز نیست. به کسی نگفته بودم چون نگو والا چون که بله این کلیپ هم کاملا یک کلیپ درستیه. این قیافه تو که اینجوریه. نه تو رو نگفتم میلاد اینجوری